با سلام به خدمت اصحاب رسانه که لطف کردید توی این بازی کنار ما بودید. قبل از اینکه آقای نظر محمدی بخواد صحبتشون رو ایراد کنن، لازم میدونم در مورد صحنه‌های چندین باره‌ای که داره برای باشگاه داماش اتفاق میفته یه توضیحاتی رو بدم. توی 8 هفته هست که ما داریم اتفاقاتی رو برامون میفته و میبینیم که واقعا یک مقدار جای تأمل داره. حالا کاملا من میخوام اینو سربسته بگم، ولی خب یه مقدار باید دیدمون رو نسبت به خیلی از مسائل توی چند بازی بیشتر کنیم و فکر میکنم که حالا این بازی هم یکی از اون بازیهایی بود که نکات زیادی رو داشت که ما بتونیم در موردش تفکر کنیم. فقط آقای علی نظر محمدی صحبتاشون رو میفرمایند، در ادامه در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما اصحاب محترم و رسانه. در مورد بازی، خب همونجوری که همگان توی استادیوم بودن، تقریبا تیم داماش تیم برتر میدان بود. توی نیمه اول که کاملا بازی یه گله بود، خب تیم حریف حرفی برای گفتن نداشت. تو تقریبا 15 دقیقه ابتدایی، دقیقه 45 تا 60، تیم حریف یه مقدار تسلط خوبی به بازی داشت که با تعویضا شرایط بازی رو عوض کردیم. متاسفانه بعد تغییراتی که توی زمین داشتیم، متاسفانه بازیکنی که روش حساب کرده بودیم به عنوان بازیکن تعویضی آقای سیامک علیزاده که یه مقدار برتریمون رو تو میانه میدان مستحکم‌تر بکنیم و بتونیم حملات رو از میانه طراحی بکنیم، متاسفانه با این بازیکن رو از دست دادیم و تقریبا 10 دقیقه پایانی مسابقه رو 10 نفره بازی کردیم. علیرغم 10 نفره بودن بازم موقعیت‌های خوبی رو تولید کردیم. باید بپذیریم که بالاخره داماش یه شرایط خاصی داره. ما تو هفته هفتم زمانی که به این تیم اضافه شدیم تا به الان، من فکر میکنم کادر فنی با توجه به داشته‌هایی که داشت وظیفه‌های خودش رو به نحو احسن داره انجام میده و باید بپذیریم که مشکلات زیادی رو به همراه داریم ما، که این مشکلات یکی دوتا هم نیست. به همه این مشکلات مسائلیه که همه هوادارهای عزیزمونم در جریان هستن داره به تیم آسیب وارد میکنه. به هر حال تو هر مجموعه‌ای که به هر حال تیمی که من تحویل گرفتم تیم 18 جدول بود با 2 امتیاز ته جدول بود. انتظار میرفت که باشگاه همزمان با تغییرات فنی و شوک فنی که به تیم وارد میکنه، از نظر مسائل مالی هم یه شرایط خوبی رو برای بازیکن‌ها ایجاد بکنه که بازیکن‌ها با انگیزه و شرایط روحی و ذهنی و روانی بهتری مسابقات رو دنبال بکنن. متاسفانه فقط این تغییرات توی بحث فنی بوده و ما تقریبا اگه اشتباه نکنم لیگ 11 مرداد شروع شده بود. بچه‌ها 72 ساعت قبل از بازی اول دریافتی داشتن. تا به این لحظه‌ای که با هم دیگه داریم صحبت می‌کنیم 13 هفته از جریان لیگ گذشته، دیگه بازیکن‌ها 4 ماه دریافتی نداشتن. من و همکارام هم تا این لحظه ریالی دریافت نکردیم. بازیکن‌ها قبل از بازی اول عده‌ای 10%، 15%، 20% گرفتن همونه. من و همکارام ریالی تا الان دریافت نکردیم و تازه آینده نامعلومه هم داریم. توی بخش مالکیتی همش داستان داریم. این تیم نمیتونه رنگ آرامش رو به خودش ببینه و این توی مسائل فنی بازیکن‌ها هم قطعاً تاثیر منفی خواهد گذاشت. اون چیزی رو که فقط میتونم اینجا بگم، کادر فنی داره با همه مشکلاتی که فراسوی تیم وجود داره با همه مشکلات مبارزه میکنه که یه تیم جنگنده، یه تیم سختگوش و یه تیم با تعصب رو توی زمین روانه مسابقات بکنه. و فقط میتونم بگم که شرمنده هوادارایی هستیم که علیرغم جایگاه نامناسب تیم داماش هر هفته استادیوم رو پر میکنن، هر هفته تا دقیقه 90 تیم رو ساپورت و حمایت میکنن و ما متاسفانه نتونستیم که اونا رو مثل بازی آریو راضی و خوشحال به خونه هاشون روونه بکنیم. از این بابت شرمنده هوادارا هستم. باید شرایط رو به هر حال درک بکنن. ما تا نیم فصل چاره‌ای نداریم که با همین شرایط بریم جلو. الان
2 تا بازی خارج از خونه داریم. قطع به یقین خب تیم نفت مسجد سلیمان از بعد از بازی خدمتتون عرض شود که پارس جنوبی توی تهران مستقر شد، از تهران اومد رشت و تقریبا یه 10 روزی رو تو تهران اردو داشت. اصول میگه که حتما ما بعد از این بازی باید به تهران بریم و اونجا تحت شرایط اردویی تیم رو نگه داریم، کیفیت استراحت، کیفیت غذایی بچه‌ها رو اونجا کنترل کنیم و بتونیم تو بازی با سمگون، تو بازی گشتاران که 2 تا بازی خارج از خونه ما بتونیم که حرف برای گفتن داشته باشیم. اصلا معلوم نیست که فردا تمرین داشته باشیم یا نداشته باشیم. متاسفانه یک گله‌مندی من از مسئولین استان داشته باشم، چطور تو روزایی که داماش میخواد صعود کنه، سپیدرود میخواد صعود کنه، چوکا میخواد صعود کنه، ملوان میخواد صعود کنه، همه مسئولین صف اول کنار این تیم‌ها هستن. چرا تیمی که شرایط خوبی نداره کسی نمیاد اون تیم‌ها رو مشکلشو بررسی کنه و یه گامی برداره؟ اعضای محترم شورا، شهردار محترم، تیم داماش هم مال شهر رشته. همون جوری که شما دنبال زیباسازی شهر هستید، باید دنبال یه شهروند با نشاط باشید. شهروند با نشاط دنبال اینی که هر هفته بیاد استادیومش تیمشو تشویق کنه، با خوشحالی هم روونی خونه‌هاش بشه. چرا نمیان حمایت نمی‌کنید؟ چه فرقی داره بین تیم‌ها؟ انتظار داشتیم که اعضای محترم شورای شهر با توجه به مشکلاتی که الان فراسوی تیم داماش وجود داره بیان یه کمکی بکنن، بازیکنان رو از نظر مالی هم یه شارژی بکنن، یه باری از رو دوش تیم داماش بردارن، که متاسفانه این اتفاق نمیفته و من به شدت از دوست خوبم آقای کارگرنیا به عنوان ریاست محترم شورای شهر گله‌مندم از این بابت. جناب نظر محمدی خسته نباشید. توی بخشی از صحبتاتون نکاتی که من می‌خواستم بپرسم رو اشاره کردم. سوال من چند بخش داره. یک، عدم نتیجه گیری داماش رو تو چند بازی قبلی اگر بخوایم ریشه یابی کنیم در کادر فنی خودتون می‌بینید، در تضاد بین مالکین یا عدم پیگیری درست هیئت فوتبال، اداره ورزش و جهان و سایر مقامات داخلی استان گیلان می‌بینید؟ چه باعث شده که الان داماش در این نقطه قرار داره؟ کدوم چاشنی بیشتر این وسط؟ قطعاً کلاف سردرگم مالکیت نقش اساسی در شرایطی که تیم داماش داره تاثیرگذار بوده. وقتی که مالک قبلی تیم رو واگذار میکنه ابتدای فصل بعد صعود تیم داماش از لیگ 2 به لیگ 1، یعنی که توانمندی اداره تیم رو نداره، یه مشکلات مالی وجود داشته، یه اشتباه توی اولین واگذاری، بعد اون انتقاله به هر حال با بدعهدی مالکی که خدمتتون عرض شود که بعد از اولین واگذاری که بود اون آقای نمیدونم اسمش بهاروندی بود کی بود، اون وقتی که دوباره این تیم به مشکل برخورد رفتن دنبال گروه صنعتی دامون خدمتتون دیگه، وقتی که واگذار کرد بخش اولی از ثمن معامله هم دریافت شد، باید تیم واگذار میشد و مالک جدید بر اساس سلیقه خودش میتونست خدمتتون عرض شود که تیمداری بکنه و انتخابای خودش رو انجام بده. و قطعاً این اتلاف وقتی که توی واگذاری باشگاه از نظر مالکیت وجود داشت، شما میدونید که داماش خدمتتون عرض شود که فکر میکنم 15 روز 16 روز قبل از آغاز اولین مسابقه شروع کرد به جمع کردن بازیکن. ببخشید از صعود تیم داماش تا روز مسابقات حداقل یک زمان 80 روزه یا 90 روزه رو ما در اختیار داشتیم، ولی مسئولین این شرایط رو کشتن و در واقع من بگم که این لج و لجبازی از سوی مالک قبلی و عدم واگذاری خودش به مالک جدید باعث شد که تیم شرایط خوبی رو از نظر جذب بازیکن، شروع زود تمرینات نداشت و تمرینات خوبی رو از نظر آماده سازی نداشت و با یه تیم نصف و نیمه و نیمه آماده پا به مسابقات گذاشت. قطع به یقین وقتی که کادر فنی گذشته زمان و فرصت مناسب رو برای جذب بازیکن در اختیار نداشتن، قطعا تو جذب بازیکن با آزمون خطای شدیدی مواجه شدن. همونجوری که میدونید من تا الان حرمت نگه داشتم و از گذشته هیچی نگفتم، چرا که اعتقاد دارم سیامک فراهانی دوست و رفیق خوبم، یکی از مربیای خوب این کشوره و من به کار فنیشم اعتقاد دارم، ولی سیامک فراهانی هم
تقصیری نداشت، فقط میتونست تصمیم بگیره که به داماش نیاد تو اون فرصت کوتاه. ما اومدیم، مسئول وقت اومد با انتخاب سیامک فرهانی کادر فنی گذشته رو قربانی کرد. خب قطعا وقتی که تو زمان و فرصت خوبی برای جذب بازیکن نداشته باشی، آزمون خطات میره بالا، درصدش میره بالا. خب قطعا ما تو این میبینیم که چقدر شرایط تیم داماش بغرنج. ما الان توی خط حمله با کمبود بازیکن مواجه هستیم. شما اینو نمیدونید و من تا الان نگفتم چون حرمت نگه داشتم. شما نمیدونید که من دستیارم از روزی که اومدم تا این لحظه هر 3 هفته یه دستیار من ثبت میشه توی و کارت آیدی صادر میشه. چرا؟ این کارشکنی باعثش چیه؟ آقای مالک گذشته، یا میتونی تیمداری کنی بفرما، اگه نمیتونی بفرمایید برید. منت داماش تیم کوچیکی نیست که زمین بمونه. داماش همین الانش هر کی اینو بذاره زمین هواخوا پیدا میکنه و از نظر مالکیت یکی میاد جلو. همین شرایط بسیار بسیار بدی که برای واگذاری گذاشتید، نذاشتید که کسایی که اصل هستن بیان جلو. الان آقای نعیمی اومدن جلو، دستشون هم درد نکنه. خب بذارید حداقل با آرامش کارش انجام، تصمیمات مدیریتی بگیره. وقتی که آقای نعیمی توی چند جبهه داره میجنگه که اعتقاد دارم، چون آقای نعیمی رو خیلی دوست دارم، اعتقاد دارم که توی چند جبهه نمیشه جنگید. شما یه مشکل داری با مالک گذشته، با ایشون اختلاف نظر داری و باید با سایر مسئولین تعامل بکنی برای گرفتن حق خودت و حق تیم خودت. اینه که ما هر هفته بیایم جنگ بکنیم. خب دودش داره الان به چشم داماش میره و این جنگ مالکیتی تمرکز بازیکن‌ها رو به هم میزنه. من گفتم خدمت شما 2 هفته گذشته قرار شد که به بازیکن از نظر مالی پولی تزریق بشه، ولی هر هفته که میخواد پولی تزریق بشه یه اجرایی از سوی دادگاه از سوی مالک گذشته میاد و اجازه نمیده که مالک فعلی، چون میگه من دیگه مالک نیستم، چرا دوباره هزینه بکنم. اینا همه شرایطی بود که تیم داماش به این روز افتاد و امیدوارم که پاسخ سوال شما رو شفاف دریافت کرده باشیم. حالا خسته نباشیم. امروز تیم داماش خیلی خوب بازی کرد، روان بازی کرد، ولی ما داریم 3 درجه ضربه می‌خوریم. یکی که مدیریته، واقعا داریم ضربه می‌خوریم. مردم آقای زحمتکشون نمی‌خوان. 2 از داوری رو داریم ضربه می‌خوریم. مثلا من هفته گذشته یه پنالتی ناحق شیراز گرفته شد، شما جلسه مطبوعاتی رفتین، خداحافظی که رفتین، به خاطر اینکه داوری ناحق 3 امتیاز به اون حریف داد. امروز هم داور ناحق پنالتی ما رو نگرفت. ما امسال الان خودمان که این همه مشکل داریم داخلی، چقدر باید ضربه بخوریم از داوری که این همه داریم ضربه می‌خوریم. امروز 100% پنالتی ما رو نگرفتن، ولی میریم شهر دیگه پنالتی اونا رو میگیرن. دا که با این مشکلات حل میشه آقای داخلی؟ متاسفانه همونجوری که گفتید، بازی قبل که ما توی رشت میزبان بودیم، بازی آریو، علیرغم اینکه بازی رو 1-0 بردیم، تو اون بازی هم داور یه پنالتی 100% رو روی رضا زاهدتوار نگرفت که آقای آرمان مدیر کل ورزش جوانان که خودش از داوران ملی کشورم بودن، فیلم بازی رو دیدن، فیلم بازی رو با دپارتمان داوری هم وقتی که با هم دیگه تطبیق دادن، اونا هم تایید کردن که پنالتی توی بازی آریو اتفاق افتاد. من توی صحنه‌ای که امروز روی زاهدتوار اتفاق افتاد، چون که دور بودم و ماکس بود نمیتونم کامل و شفاف بگم، ولی من فکر میکنم یه صحنه تقریبا دقیقه 45 بود روی آزاد جعفرزاده، کاملا توپ در جریان بازی نبود، اما مدافع به قصد جلوگیری از حرکت آزاد جعفرزاده یه ضربه ای رو با آرنج به دنده آزاد جعفرزاده وارد کرد و چون این حرکت غیر ورزشی بود حتما باید داور نقطه پنالتی رو نشون میداد و بازیکن حریف هم حتما جریمه تیمی داشت که خطای پنالتی بود، هم جریمه فردی هم داشت و میتونست حتی بازیکن رو هم با کارت قرمز جریمه فردی بکنه. من نظرم دیگه سوال است، حالا اگه تمایل ندارین جواب ندین. آخر بازی یه انگار درگیری پیش اومده بود، شما داشتین با این فر بحث میکنین، قضیهش چی بود؟ درگیری نبود، خدمتتون عرض شود که یکی از اعضای کادر اجرایی اونا خدمتتون با دوربین داشت فیلم میگرفت که یکی از
کارمندان اداره ورزش جوانان جلوشو گرفتن و منم رفتم جلو گفتم که این کار شما اشتباهه، درگیری خاصی. خسته